علم آموختن در گربه جان. چرا این کتاب کلام رو اینجا گذاشتم؟ برای آن که کتاب سرچشمه دانش است. سرچشمه دانش؟ بله بچه جان. اگر خواهی دانا شوی باید کتاب خوانی. کاملا درست. انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی چی؟ کتاب است. آفرین. خواندن کتاب یکی از مهمترین و بلندترین فرهنگی هر یک خلق و ملت میباشد. خلق ما از قدیم کتابدار و کتابخوان بود و این عنعنه را باید حفظ کرده ادامه بدهیم. در همه موردها کوشش نماییم اوید به اهمیت کتاب و کتابخوانی صحبت نماییم.